با سلامی دیگر برای بینندگان بینیایت گرامی رادیو آزادی و همه اون دوستانی که در همین لحظه ها در بخش مستقیم ما رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارم. شادی گلخوجه هستم چون معمول در ساعت رسادت در خدمت شما با سرخط خبرهای روز و یادتان رود که بعد از 3 ساعت دیگر ما برنامه خبری داریم باز هم در بخش مستقیم و در همین جا که فراگیری موضوعهای تاجیکستان و جهان است و گزارش‌های جالب داریم که فکر میکنم اگر با ما بیاید پشیمان نمیشوید. قرار تشویش‌آمیز در برابر رسانه‌ای شدن تصمیم بلند بردن نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان نگرانی ساکنان هم بیشتر شد. آنها میگویند در حالی که از روی طرفه‌های فعلی به اصطلاح در قرض غوطیدند وضعیت خود را بعد به اجرا در آمدن قرار از ماه سپتامبر تصور نمی‌کنند. در این برابر کارشناسان نیز این تصمیم حکومت را ضربه علاوه به بودجه به این هم تیه مردم می‌دانند که به احتمال غالب بالاروی نرخ‌های دیگر محصولات نیازی مردم را در پی خواهد داشت. گفتگوزارها در این زمینه را شما امکان دارید در یک گزارش در برنامه خبری امروز تماشا کنید. بحث لفظی به تبرکشی برد و یا چگونه آبازی با تک‌پوش در نویه رودکی باعث زن و زنه گروهی شد. حادثه 2 روز پیش به وقوع پیوسته است و همکاران ما از صبح امروز توانستند با شاهدان زد و خورد صحبت کنند. طور معلوم گشت حالا چند از این جوانان در بیمارستانند و وضعشان خوب نیست. روز 10 ایول در نزد حوض در نویه رودکی چی گذشت با ما بیایید بعد 3 ساعت دیگر برایتان با تفصیل خواهیم گفت. تجاوز به ناموس زن تجاوز به ناموس ملت است. چنین میگویند فعال زنان سودانی که در موج اعتراضهای اخیر سودان شرکت داشتند و همین اعتراضها به حکمرانی 30 ساله پرزیدنت عمر بشیر خاتمه گذاشت. اما ظاهرا این زنان ماها و حتی شاید سالها از زخم‌های جسمانی و روانیشان اذیت خواهند کشید، زیرا همانگونه که آنها قصه میکنند در جریان راهپیمایی‌ها مورد آزار و خشونت مقامات قرار گرفته بودند. یکی از موضوعات دیگری برنامه امروز همین خواهد بود و امیدوارم تماشای گزارش در این باره برای شما جالب است. نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نامه رفتار چین با مسلمانان اویغور در منطقه شینجیان یا ترکستان شرقی را محکوم کردند. چین به این نامه انتقادآمیز واکنش سخت نشان داده است. امضا کنندگان این نامه که در میان آنها استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز هستند از نظارت‌های سخت و محدودیت‌های گسترده حکومت چین در این منطقه اظهار نگرانی کرده و از پکین خواستند آزادی مسلمانان شینجیان را تامین کند و به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. مقامات سازمان ملل گفتند که در چین تخمیناً 1 میلیون اویغور در مرکزهای ضد افراطگرایی نگاه داشته میشوند و میلیون‌ها نفر دیگر را به اردوگاه‌های تربیوی می‌فرستند. حامیان حقوق میگویند با این افراد بدرفتاری صورت می‌گیرد و آنها را مجبور می‌کنند مخالف اعتقاد و ارزش‌های دینی خود رفتار نمایند. ولی وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده است. از جمله سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه گفت که این نامه واقعیت‌ها را نادیده گرفته غیر عادلانه به چین حمله کرده و آشکارا حقوق بشر را بهانه سیاسی قرار داده است. مقامات توجیک رسما تصدیق کردند که یک شهروند قرقیزستان با اتهام قاچاق تماکو بازداشت شده است. در حکومت شهر اسفاره به رادیو آزادی گفتند گازیبک میلیبایف با قاچاق تماکو در حجم $30,000 تهم دانسته می شود. میلیبایف فعلا در بازداشت می باشد و از روی اتهام او را تا 5 سال زندان تهدید می کند. درباره بازداشت گازیبک میلیبایف نخست رسانه‌های قرقیز زبان خبر دادند. با نوشته این رسانه‌ها گازیبک میلیبایف 27 ساله ساکن دهه دوستوک در نزدیکی مرز تاجیکستان آخر هفته گذشته ناپدید شد. نزدیکان او به مقامات میلیسی قرقیزستان شکایت کردند که میلیبایف از سوی کارشریکان تاجیکش دزدیده شده است. اتهامی که مقامات تاجیکستان آن را به اساس می‌دانند و میگویند گازیبایف دست به قاچاق تماکو زد و به این خاطر بازداشت شده است. خب بینندگان عزیز، اگر می‌خواهید گزارش‌های جالب را ببینید و از موضوع روز آگاه باشید پس همه شما را بعد از 3 ساعت دیگر به تماشای پخش مستقیم برنامه خبری دعوت می‌کنیم. تا آن دم روزی خوب داشته باشید و تشکر که ما را تماشا می‌کنید.